بچه خوش اومدیم به یک ویدیو دیگه از مستر گیمینگ. بچه امروز تو این ویدیو قرار هفته سوم و چهارم ای فوتبال رو بریم. حتما تا آخر ویدیو با من همراه باشین. یه چند تا تعویضی هم داریم. نیمار رو میاریم به جای دیابی، نیمار جونیور میذاریم به جای مولر، دیابی رو میاریم. بعدش اینجا هم آراخو رو میاریم داخل، آراخو. این بازیکن بچه ها مثل همیشه من باید تصویر رو قطع کنم، لایک فالو کامنت یادتون نره. این تصویر رو قطع میکنم، حالا فقط صدام هست. بچه ها توی ویدیو قبلی هم ویدیو هفته اول و دوم نگفتم رئال مادرید چندم شد. رئال مادرید الان دومه با 6 امتیاز در 2 بازی. این واسه بازی شروع میشه، بازی کادیز و رئال مادرید. خب اوت واسه تیم رئال مادرید. تیم رئال مادرید دوم جدول حضور داره. نیمار اولین توپ خودش رو لمس میکنه در لیگ لالیگا. آراخو، رودیگر، والورده، رونالدو توپش رو میزنه. هرناندز، اسکالانته پاس میده به ماتری، پاس میده به زالودو، والورده. امباپه نتونست توپو بگیره. آراخو ضربه سر میزنه اما بازم دست کادیزیا و الان رئال مادریدیا. حالا والورده توپو میبره جلو. امباپه واسه رونالدو، یه ضربه. داوید توپو میگیره. اسمش نمیدونم چیه، فامیلیشه چیه. برونو فرناندز دنبال توپ، والورده توپو میگیره، پاس میده به کریستیانو رونالدو، توپ بهش نمیرسه. فالی پاس میده به دروازه‌بانش داوید. امباپه، نیمار، امباپه توی دروازه که نمیشه. داوید توپو میگیره، عجب توپی گرفت داوید. الکس فرناندز، اسکالانته، ماتری، یه ضربه تیر دروازه. برونو فرناندز واسه رونالدو چه دریبلی. والورده، امباپه واسه رونالدو چه توپایی رو میگیره داوید. سنگربان تیم کادیز چه توپایی رو میگیره. امباپه اشتباه میکنه. رونالدو توپشو میزنن. کاستاروکا جاش خالیه، باید برسه. بیلینگام توپو میگیره. نیمار واسه رونالدو توپش نمیرسه به رونالدو. خود نیمار توپو میرسونه به رونالدو یا نه، باز هم نمیرسه. یه پاس عالی واسه فرناندز واسه ماتری توپشو دنیل قطع میکنه. دوباره ماتری، اوکامبو تیر دروازه واسه دومین بال به لرزه در میاد و نیمه اول هم به پایان میرسه. کادیز 58% دست کادیز بود، 42% دست رئال مادرید. خب میریم واسه نیمه دوم بازی. کادیزیا خوب بازی کردن در این مسابقه. پاریس، فرناندز، اسکالانته، کامبو، ماتری، اوکامبو و یه ضربه عالی. ماتری توپو به ضربه
آرام و سبک توپ در دروازه رئال مادرید قرار میده. امباپه، کریستیانو رونالدو توپشو میزنه. والورده، امباپه نمیتونه توپ ببره جلو. توپ ازش میگیرن. اسکالانته، فرناندز، اوکامبو توپشو قطع میکنه. کاستروکا، خود بیلینگام شوت محکم او از کنار دروازه عبور میکنه. تعویض میکنم، دیابی رو میارم داخل مسابقه. بریم واسه ادامه بازی. تیم کادیش ببینیم میتونه گل بزنه یا نه. آراوخو، رونالدو توپشو میگیرن. آراوخو حالا توپ از این ور میگیره. حالا توپ آراوخو رو میگیرن. ماتری، فرناندز، اوکامبو توپشو میگیره. دنیلو، حالا اوکامبو توپو میگیره. چه بازی شده این بازی. فرناندز، کاستروکو ضربه سر خوب او. والورده، دیابی توپشو نمیتونه به رونالدو برسونه. والورده توپو قطع میکنه. ببینیم رونالدو میتونه توپو بگیره. نه خیر، چند بود اشتباه کنن کادیزیا. حالا این ور ضد حمله واسه کادیز. فرناندز راست و چپ حمله میکنه. ترشگن میگیره واسه دنیلو. امباپه، والورده، بیلینگام توپشو قطع میکنه. اسکالانته، آراوخو، دنیلو، فرناندز توپش نمیرسه. چه بازی میکنه کادیز. آراوخو توپو میگیره. بیلینگام واسه امباپه واسه رونالدو. دنیلو توپو میگیره. برونو فرناندز نمیذارن شوتشو بزنه. عجب بازی میکنه این کادیز. تیم کادیز قدرتمند بود و ما خبر نداشتیم. گوشی من 20% شارژ داره. برونو فرناندز، بیلینگام، خود بیلینگام واسه رونالدو. توپ به رونالدو نمیرسه. 3 دقیقه مونده به پایان بازی. رئال مادرید داره با باخت روبرو میشه. برونو فرناندز، بیلینگام واسه دیابی توپشو قطع میکنن و تیم رئال مادرید باخت میخوره در این بازی. تیم رئال مادرید کادیزو از کادیز باخت میخوره. جب بازی بود. تیم قدرتمند رئال مادرید از تیم کادیز باخت میخوره. بازی بعدی هفته 4 با تیم والنسیا قرار بازی کنه. رئال مادرید و رئال مادرید در جدول رتبه 7 به دست میاره. بازی والنسیا رئال مادرید هم شروع میشه. خود نیمار، بیلینگام توپو میگیره. پاس واسه نیمار واسه رونالدو. توپ رونالدو نمیرسه. والورده توپو میگیره. والورده کریستیانو رونالدو دروازه رو باز میکنه. این شگفت انگیز رئال مادرید. چه میکنه این رونالدو؟ دروازه والنسیا رو باز میکنه این بازیکن. نیمار. ببینیم رئال مادرید میتونه امتیاز برد رو به دست بیاره. والورده، برونو فرناندز،
کریستیانو رونالدو چه ضربه ای میزنه. بلینگام ببخشید امباپه یه ضربه توپ از خط برمیگردونن والنسیایی‌ها. دوباره خود رونالدو ضربه سرش. این سر رونالدو واسه رئال مادرید میدرخشه. آراخو امباپه خود رونالدو بهش نمیرسه. کانوس پاس میده به ماری واسه کانوس توپا میگیره به رونو فرناندز. رونالدو واسه دیابی ببخشید نیمار واسه رونالدو توپ رونالدو میزنن. بلینگام ضربه محکم او به دفاع برخورد میکنه. دنیلو نیمار کاستاروکا بلینگام توپشو میزنن. خود کاستاروکا دنبال توپ کوریا توپو میگیره. کانوس کوریا آراخو میگیره. نیمار واسه رونالدو خود رونالدو 2 نفر جا میذاره. رونالدو 3 نفر شوتش و توی دروازه چه میکنه رونالدو. 1 2 3 کریستیانو رونالدو گل دومش و گل دوم تیمش رو به ثمر میرسونه. کریستیانو رونالدو امشب واسه مادریدیا درخشیده. کانوس کاستاروکا بلینگام نمیذاره کاستاروکا توپو بیرسونه به ترشگن و ترشگن واسه امباپه توپ از لب خط برمیگردونه. امباپه خود امباپه توپشو میزنه به گویلانمون. والورده کریستیانو رونالدو امباپه دنیلو توپ از دست داد. والورده دیگه توپو میگیره. نیمار بلینگام تیر دروازه به لرزه در میاد. چه ضربه‌ای زد بلینگام اما حیف که گل زدن با اون یاری نبود. نیمه دوم بازی شروع میشه. رونالدو امباپه خود امباپه دنیلو واسه امباپه دوباره دنیلو یه ضربه واسه نیمار کم بود پاسش به گل بره. رودیگر امباپه چه پاسی میدن بهش. رونالدو کریستیانو رونالدو بازیکن نیست که بابا. شگفت انگیز هر توپی رو گل میکنه رونالدو. هتریک رونالدو باعث میشه که برد رئال مادرید حتمی بشه. بلینگام توپ قطع میکنه واسه رونالدو خود رونالدو نمیتونه ضربشو به خوبی برسونه. بلینگام یه ضربه کاتدار که سنگربان تیم والنسیا توپو میگیره. پپلو لوپز برونو فرناندز والورده پاس او واسه امباپه واسه بلینگام خود بلینگام واسه رونالدو توپو میگیره. آراخو دنبال توپ والورده پاس میده به رونالدو خود رونالدو نیمار پاس میده به رونالدو بلینگام و توی دروازه. رونالدو خودش نزد گذاشت بلینگام بزنه. چه بازی شده این بازی. 4-0 به نفع رئال مادرید.
دیگه از الان باید بدونیم که رئال مادرید 3 امتیاز به دست آورده، 3 امتیاز شیرین با 4 گل رونالدو و بیلینگام، 3 گل رونالدو، 1 گل بیلینگام. پپلو لوپز تو با از دست میده، والورده، امباپه نمیذارن والنسیا یا امباپه جلو بره. خود کریستیانو رونالدو، ضربه رونالدو، سنگربان تیم والنسیا این دفعه رو نمیذاره رونالدو گل بزنه بهش و اتفاقی سنگربان ماماراداشی چه اسم پیچیده ای. رودیگر، ضربه او به لوپز میرسه، دانیلو دنبال توپ، والنسیایی میرن جلو، رودیگر چه پاسی میده در اون موقعیت. حالا رودیگر، والورده پاسو میرسونه واسه امباپه توپو از دست داد. خود والورده توپو میگیره، پاس میده به رونالدو نمیتونه توپو نگه داره. رودیگر، برونو فرناندز، والورده، امباپه، کریستیانو رونالدو، تیر دروازه به لرزه در میاد با این شوت رونالدو. بیلینگام، آراوخو، رودیگر ضربه سر رو میزنه اما توپ دست والنسیایی هست. ژوزه گایا، برونو فرناندز، نیمار توپو میگیره ازش و برد شیرینه رئال مادرید توسط رونالدو توپو برداشته میبره خونه. دست رئال مادرید بود، 49% دست والنسیا. بله این بازی آمون هست. رئال مادرید میاد 4م جدول و واسکو گیپوزکا میاد اول جدول، سویا میاد 2م جدول و خیرونا میاد 3م جدول. بارسلونا هم که 6م جدول، رئال مادرید 4م. بچه لایک و فالو کامنت یادتون نره. بریم ویدیو بعدی هم نگاه کنیم، حتما لذت ببرید. خداحافظ تا یه ویدیو دیگه.